این باغ در زمین شده همچون ستاره‌زار. ای نور بخشی چهره خطلان خوش آمده. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به شهر کلوب ولایت خطلان همچنین در مرکز شهر گلگشت به نام سفر امیرشاه را که با طرح معاصر و دیزاین بلند معماری بنیاد گردیده است مورد استفاده قرار دادند. مکان استراحتی در دایره تجلیل سزاوار جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده آن در مساحت عمومی 3 هکتار دامن گسترده است. کارهای ساختمانی مذکور از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود مگا تکنیک انشاءات با صفت بلند به انجام رسانیده شده است. درازی گلگشت 750 و پهنایی‌اش 45 متر می باشد. کارهای ساختمانی گلگشت ماه ایون سال جاری آغاز گردیده آن در مدت کوتاه و با صفت بلند به اتمام رسیده است. در رفت کارهای ساختمانی گلگشت زیاده از 250 نفر ساکنان محلی با کار و معاش خوب تامین گردیده بودند. ما نسل خوشبخت زمان پیروان پیشوای ملت جواباً به این غمخوری‌های عارفانه، پدرانه، آموزگارانه و معرفت پرورانه شما تصمیم گرفتیم مؤسسه را با بهای خوب و اعلی ختم نموده از پی آبادی این میهن آوازدار تاجیکستانی عزیز باشیم. ما جوانان دوران صاحب استقلال از آن خرسند هستیم که برای ما چنین یک گلگشت زیبای و فراغتی با تمام تجهیزات ساخته به استفاده قرار داده شد. ما همراه والدانمان صبحگاهان و بیگاهان آمده در این گلگشت زیبا فراغت میکنیم. ما جواباً به این غمخواری پیشوای ملت وعده میدهیم که برای زیبای آباد گردیدن تمام گوشه کنار کشور عزیزمان سهم خود را گذاریم. در گلگشت برای ساکنان و مهمانان قهوه‌خانه ساخته شده است که در یک وقت امکان دارد تا 80 نفر را قبول نماید. برای آبیاری گلگشت و شاداب نمودن درختان و گل و بوته‌ها همچنین یک چاه عمودی با اقتدار 250 مکعب ساخته شده است. تمام راهرو و گذرگاه‌های مکان استراحتی سفالک‌پوش گردیده در داخل و اطراف آن 172 چراغک معاصر 6 متره و برای گرد و اطراف گلگشت 60 عدد چراغک‌ها نصب گردیده است. در گلگشت 10 عدد صحبتگاه‌ها و 84 نشستگاه‌های زمانوی نصب گردیده است که خصوصا شبانگاه برای گشت و گذار ساکنان مساعد است. ما جوانان دوران استقلالیت مینه‌داری خویش را به پیشوای معظم ملت بیان میکنیم. امروز با دستگیری و سپارش های پیوسته پیشوای معظم ملت در کلاب شهر چنین گلگشت های زیبا ساخته به استفاده داده شدند. ما همگان از این همه غمخواری پیشوای معظم ملت شاد و سرافراز هستیم و هر لحظه شکرانه از این دولت صاحب استقلال میکنیم. شکرانه از این صلح و وحدت و پیشوای معظم ملت میکنیم و به مورد است که بگوییم شکر صلح پایدار تاجیکستان میکنیم. شکر از امروز و فردای درخشان میکنیم. شکر پیشوای معظم که به ما داده است خدا. شکر دولت، شکر وحدت، شکر یزدان میکنیم. همزمان در اینجا به خاطر زیبایی و دلکش گردیدن گلگشت بیش از 600 بیخ درختان آرایشی و سایه‌افکن و بیش از 650,000 بیخ گل موسمی و دائمی شنانده شده خطهای علاهیده آن سبززار کرده شده است. دو فوره که در این گلگشت بنیاد کرده شده است به گلگشت زیبایی دیگر بخشیده است.